سلام علیکم به استادان و خوانندگان بسیار فعال مکتب به نام استاد مستان شیرالی. واقعا ما طول چند سال است با این مکتب همکاری داریم. خیلی خوانندگان فعال دارد، هم در سمت ادبیات و هم در سمت فنهای دقیق. سبب اینجا آمدن من در این است که چند از شاگردان این مکتب رو که مشاهده کردم در شبکه‌های اجتماعی با واسطه استاد دانش خدایدادov چند شعره که ساده مرا هم خوانده آنجا گذاشتن و من همین تصمیم را گرفتم که باید به همان خوانندگانی که در آنجا دیدم در صحیفه دانش خدایدادov باید حتما از همین مجموعه تقدیم کرده باشم و من میخوام که اینجا با 3 نفر خواننده فعال و همزمان با آموزگار دانش خدایدادov همین کتابا رو تقدیم کنم و البته وعده میدهم که اگر در سالهای من بعد در تعطیل تابستانه دیگرها نیز اگر بخوانند ازبر کنند و یعنی که پیشنهاد نمایند حتما به آنها نیز تقدیم کرده می شود. ولی به خاطر آن که من اینجا کتاب کم آوردم عذر میخوام و به خاطر سر و لباس رسمی نبودن نیز عذر میخوام، زیرا ما از ده اینجا آمدم. اینجا کتاب اولین تقدیم می شود به یکی از خواهرای بسیار هم فعال ما که پیوسته اشعار ما رو قرائت میکنند، دیناره خالقزاده. عزیز دیناره خالقزاده نوابسته از آنه که به همین روزی مشکل گرفتار شدن اما پیوسته یعنی که مطالعه میکنن و دیگران باشن با یک سردرد کردن ترک خواندن میکنن. ما به دیناره بانو کفکوبی سخت‌تر میزنیم. خب کتاب نوبتی تقدیم میکرده به ایدیگول غفورزاده. آن کس چند از اشعار پر از اشتباه ما رو خوانده بودن. مبارک شد. یک قسم دیگر با ایدیگول میدونم. همزمان با شهلو فردوس‌زاده نیستن و اگر نیستن ما میتونم. خب استاد میدهند و شهلو اینجا با آموزگار بسیار هم فعال که بیشتر خوانندگان فعال رو در شبکه‌های اجتماعی معرفی میکنند، دانش خدایدادزاده. کفکوبی بلند میزنیم زیرا من امیدوارم که این کتاب رو استاد